سلام دوست عزیزم، روزتون بخیر. سارا هستم به کتابخونی آسون و راحت و خودمونی. امروز میخوام یک کتاب براتون بخونم در مورد آیین دوستیابی هست، نوشته دیل کارنگی که در مورد روابط صحبت میکنه. حالا چرا این کتاب انتخاب کردم؟ چون روابط خیلی مهمه. ما هر روز به طور روزمره درگیر روابط هستیم. اول از همه روابط با خانواده، با دوستان و روابط در محیط کار. پس این کتاب خیلی به دردمون میخوره. من خودم چون ازش استفاده کردم، یه بار قبلا خوندمش، این بار دومه و میخوام برای شما به طور خلاصه و مفید این کتاب رو بخونم. حالا اینکه من تجربه خیلی خوبی در مورد خوندن این کتاب داشتم. حالا چرا تصمیم گرفتم که کتاب بخونم و ویدیو ضبط کنم؟ گفتم حالا همونطوری که میخوام دفعه دوم این کتاب رو بخونم و برای خودم مرور بشه، همین رو ضبط بکنم به صورت فیلم ویدیو برای شما بذارم که شما استفاده کنید. میتونین پایین هر ویدیو از در مورد هر فصل که میخونم تجربهتون یا پیشنهادات انتقاداتتون رو بذارین که به بهتر شدن ویدیو کمک کنه و دیگران هم از تجربیات شما استفاده کنن. من خیلی به صورت خودمونی، خلاصه و راحت کتاب رو میخونم که خیلی طولانی نشه، حوصله‌تون سر نره و خیلی هم راحت بتونین درکش کنید. من خودم اینجوری بیشتر میپسندم، حالا امیدوارم شما بپسندید. فصل اول کتاب میگه که اگر عسل میخوای به کندو لگد نزن، به کندوی زنبور لگد نزن. اینجا در مورد یه داستانی صحبت میکنه. میگه در 7 ماه مه 1931 تو شهر نیویورک یک اتفاق هیجان انگیزی میفته. صحنه شکار یک انسانه و اون انسان کیه؟ کسی که پلیس نیویورک هفته‌ها دنبالش بوده و معروف به دو تپانچه‌ای بوده. اسمش گنگ کرولی بوده. گنگ کرولی. نه سیگار میکشیده نه مشروب میخورده. تو آپارتمان زنش در وستند بوده که مورد محاصره قرار میگیره. کلی پلیس و 150 تا پلیس و کاراگاه و اینا خونه‌شو محاصره میکنن و گاز اشک‌آور اونجا میندازن و اون از مخفیگاهش بیرون میکشن. حالا کرولی در پشت مبل بزرگی سنگر گرفته و مرتب به پلیس تیراندازی میکنه. 1000 تا تماشاچی و مردم با شور و هیجان نظاره میکردن و کسی تا حالا همچین حادثه‌ای رو به چشمش ندیده بود. در همین زمانی که از زمین و آسمون به سر کرولی با گلوله میباریده، اون داشت نامه‌ای مینوشت که احتمالا وقتی کسی که جسدش رو پیدا میکنه اون رو بخونه. و نامه‌اش با اون قطرات خونی که از بازش میچکید خونی شده بود. حالا کرولی تو این نامه چی مینویسه؟ مینویسه در این سینه قلبی خسته ولی مهربان میتپه که هرگز نخواسته به کسی آسیب بزنه. حالا چندی قبلش چه اتفاقی افتاده بوده؟ کرولی با نامزدش کنار جاده توی ماشین نشسته بودن، در حال صحبت کردن بودن. پلیس بهشون شک میکنه، میزنه کنار و میاد به شیشه ماشین کرولی میزنه و میگه شیشه رو بده پایین. اونم خونسردی میده پایین و میگه بله. میگه گواهینامه‌تو بده و اونم در کمال خونسردی هفتیرشو در میاره، چند تا گلوله به پلیس شلیک میکنه و از ماشینش پیاده میشه. پلیس هم در حال جون دادن بوده، تیر خلاص رو بهش میزنه و با خونسردی سوار ماشین میشه و با نامزدش میره. حالا این جمله همچین آدمی گفته، یعنی کسی که در کمال خونسردی آدم میکشته. کلی پس از اینکه دستگیر میشه محاکمه میشه و به مرگ با صندلی الکتریکی محکوم میشه. و اینکه کرولی اصلا ابدا خودشو مقصر نمیدونسته. حالا باز یه موضوع دیگه ای هست در مورد آل کاپون، معروف ترین جنایتکار آمریکا که ملقب به دشمن مردم بوده. اون رئیس تبهکاران شیکاگو بود و هرگز خود را مقصر نمیدانست.
بلکه برعکس فرد مفید برای جامعه میدونسته که کسی که و حس میگه یکی از خدماتش رو درک نمیکنه و قدرش رو نمیدونن. حالا این دقیقا مشابه همون سخنیه که دوچ شولتز قبل از اینکه به ضرب گلوله‌های جنایتکاران نیویورکی جان بسپاره به زبون میرون. چی میگفت؟ میگفت من از خیرخواهان و خدمتگزاران مردم هستم. حالا جالب اینه که به گفتش هم ایمان داشته. حالا ما میخوایم از این موضوع یک نتیجه گیری بکنیم. اگه آل کاپون، کورولی دو تپانچه‌ای و دو شولت و همه تبهکارانی که تو پشت میله‌های زندان قرار دارن خودشونو به این نحو بیگناه میپندارن، پس آدم‌های عادی که هر روز اونا رو ملاقات میکنیم راجع به خودشون و اعمالشون چی فکر میکنن؟ میخوایم اینجا کلا این داستانا رو تعریف کرد به یه نتیجه گیری برسه، اینکه عیبگیری و انتقاد از دیگران هیچ فایده‌ای نداره، چون باعث میشه حالت دفاعی به خودشون بگیرن و سعی کنن عملشون رو توجیه کنن. انتقاد عمل خطرناکیه، چون غرور و ارزش فرد انتقاد شونده رو جریحه دار میکنه و در نتیجه دلخوری پدید میاد. حالا در ارتش آلمان اینجا یک چیز خیلی جالبی میگه، خیلی باحاله. میگه که تو ارتش آلمان یه قانون وجود داره که وقتی به سربازی اهانت میشه حق نداره بلافاصله شکایت کنه، بلکه حداقل 24 ساعت بعد که خشمش فروکش کرد میتونه به شکایت بپردازه. چنانچه کسی این قوانین رو نقض بکنه، یعنی فوراً دست به شکایت بزنه، مجازات میشه. به گمان من چنین قانون خیلی خوبه، سودمنده، چون در بسیار موارد میشه مانع قرولند والدین و نق زدن همسر یا ناسزاگویی کارفرمایان به زیر دستانشون میشه. حالا اینجا باز یک سخنی از هانس سلای روانشناس بزرگ میگه ما انسان ها به همون اندازه که تشنه تایید و تشویق هستیم از انتقاد و شکایت بیزاریم. در کل میخواد بگه که هیچ گله و شکایت و انتقادی ما از دیگران نباید بکنیم. این طبیعت انسانه که همه افراد دیگر رو جز خودش مقصر قلمداد میکنه. همه افراد انسانی کم و بیش به همین گونه عمل میکنن، یعنی در برابر انتقاد موضع دفاعی میگیرن. بنابراین اگه وسوسه شدین کسی رو مورد عیبجویی انتقاد قرار بدین، قضیه آل کاپون، توین کورولی و آلبرت فال رو به یاد بیارین. فراموش نکنین کسی که مورد انتقاد قرار گرفته تمام سعیش رو برای تبرئه کردن خودش به کار میبره و در مقابل شما رو متهم میکنه، یا مثل بقیه فریاد میزنه من نمیفهمم چطور ممکن بود غیر از این کاری انجام بدم. همونجایی گفتم خلاصه براتون میخونم چون این کتاب پر مثاله و از حوصله ممکنه خارج بشه. تئودور روزولت حکایت میکنه در ایام رئیس جمهوری خودش هر وقت با یه مسئله بغرنجی روبرو میشدم تو صندلی راحتی خودم فرو میرفتم، نگاهم به تصویر بزرگی که لینکلن رو دیوار اتاقم آویخته بودم نگاهم به اون میدوختم و به خودم میگفتم اگه لینکلن جای من بود چگونه این مسئله رو حل میکرد. و همین دفعه بعد که خواستین کسی رو سرزنش کنین چهره لینکلن رو در جلوی خودتون تصور کنین و بگین اگه اون جای من بود چجوری رفتار میکرد. حالا لینکلن چجوری بوده؟ لینکلن آدم بوده که با همه خیلی درست برخورد میکرده، مثلا از موضوع ناراحت میشده نامه مینوشته، خشمش رو نامه خالی میکرده ولی اون نامه رو هیچ وقت ارسال نمیکرده، با زیر دستای خودش خیلی خوب رفتار میکرده. کلا آدم بوده که روابط خیلی عالی با دیگران داشته. آیا کسی رو میشناسین که بخواد از ته دل و صمیمانه بخواین اونو اصلاح و تعدیب کنین؟ اگه جوابتون مثبته باید بگم که خب نیت بسیار خوبی دارین، ولی چرا از شخص خودتون شروع نمی‌کنین؟ اصلاح خودتون بسیار مفیدتر از اصلاح دیگرانه و در ضمن خطر کمتری داره. کنفوسیوس میگه وقتی جلوی درگاه خونه خودت رو تمیز نکردی در مورد برف روی بام همسایه شکایت نکن.
خیلی جمله قشنگیه و واقعا هم راست میگه. خب این فصل 1 کتاب بود، من براتون خوندم چون خیلی مختصرا میخونم، 2 فصل یا 3 فصل بستگی به اندازه فصل داره براتون میخونم. فصل 2 راز بزرگ سلوک و معاشرت با مردم. در عالم هستی برای وادار کردن افراد به انجام کار فقط یک راه وجود داره. آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟ به این راه اندیشیده اید؟ اگه نه من براتون میگم. اون راه یا وسیله اینه که باید میل و انجام اون کار رو در فرد مزبور به وجود بیارین. یعنی باید داشته باشین جز علاقه‌مند کردن فرد و ایجاد انگیزه در اون راه دیگه وجود نداره. البته میتونین با قرار دادن نوک هفتی رو شقیقه کسی اونو وادار کنین که ساعت مچیشو یا محتویات جیب و کیفشو در اختیارتون بذاره، یا کارگری رو تهدید به اخراج بکنین یا جریمهش کنین، وادارش کنین که از شما اطاعت کنه، یا شلاق بردارین یه کودک رو شلاق بزنین و بهش بگین کار خاصی رو که میخواین براتون انجام بده. ولی روش های خشن توأم با زور پیامدهای ناخوشایندی به همراه خواهد داشت. تنها که میتونین به کمکش کسی رو به انجام کاری وادار بکنین اینه که اون چیزی که میخواد بهش بدین. زیگموند فروید روانکاو معروف قرن 20 معتقد بود هر چیزی که من و شما انجام میدیم بر اساس 2 انگیزه صورت میگیره: نیاز جنسی و تمایل به مهم بودن و ارزشمند بودن. خواسته شما چیه؟ مطمئنا چیز زیادی نمیخواین، همون اندک خواسته که دارین با اصرار خستگی ناپذیر طلب میکنین. اون چیزا 8 چیزه: 1 سلامتی و طول عمر، 2 غذا، 3 خواب، 4 پول و چیزایی که میشه باهاش تهیه کرد، 5 عمر جاودان، 6 ارضای تمایلات جنسی، 7 سعادت و نیکبختی فرزندان، 8 احساس مهم بودن و با ارزش بودن. همه خواسته هایی که ذکر کردیم معمولا ارضا میشن، ولی یکیشون خیلی کمتر مورد توجه قرار میگیره و به ندرت ارضا میشه. این همون چیزیه که فروید و دویوی در موردش بهش تاکید کردن: حس با ارزش بودن. ویلیام جیمز میگه عمیق‌ترین نیرو در طبیعت و ذات بشر آتش بی‌پایان او به تحسین شدنه. او از کلمه خواسته و آرزو و غیره استفاده نکرده، بلکه این وسط چی میگه؟ میگه آتش بی‌پایان، برای مورد ستایش قرار گرفتن. در اینجا با یه آتش سیرناپذیر در انسان مواجه هستیم. کسی که بتونه چنین آتشی رو در خودش فرو بنشونه و ریشش رو از وجود خودش برکنه، زمام مردم دنیا رو در دست میگیره و خلق میپرستنش و به حرفاش گوش میدن. حتی قبرکنم از مرگ اون افسوس خواهد خورد. آرزوی مهم بودن و مورد احترام دیگران قرار گرفتن یکی از تفاوت‌های مهم انسان و حیوانه. البته احساس برتر بودن هم در حیوانات وجود داره، ولی ماهیتش با اون چیزی که در انسان خیلی تفاوت داره. ببخشید. همین آتش مهم بودن و مورد ستایش قرار گرفتنه که باعث میشه یک پادوی بیسواد و فقیر خواربار فروشی به مطالعه برخی کتب حقوقی که در ته بشکه کهنه پیدا کرده بوده و به مبلغ 50 سنت خریدار کرده بپردازه. شاید شما هم نام اون پادوی خواربار فروش رو شنیده باشین. بله، اسمش آبراهام لینکلنه. همین آتش سیرناپذیر مهم بودن باعث شد که چارلز دیکنز رمان‌های جاودانی رو به رشته تحریر در بیاره. این آتش بود که سر کریستوفر رن رو وادار به ساختن سمفونی‌هاش کرد و همین آتش راکفلر رو به فکر انداخت تا میلیون‌ها دلار درآمد انباشته کنه که شاید هرگز همه اونها هم خرج نکرده. و همین آتش بود که ثروتمندترین خانواده‌های شهر رو وادار میکنه خونه‌ای بسازن که خیلی بیش از حد نیازشونه. همین میل آتش برای مهم بودنه که شما رو وادار میکنه تا جدیدترین مد لباس رو بپوشین، آخرین مدل ماشین رو سوار بشین و درباره هوش و نبوغ فرزندانتون به خودتون ببالین. کافیه به من بگین این ارتش رو مورد تحسین قرار گرفتن رو در زندگی خودتون چگونه ارضا میکنین تا من بهتون بگم کی و چی هستین.
یعنی نوع برآورده کردن این آرزو تعیین کننده شخصیتتونه و مهمترین ویژگی شما رو مشخص میکنه. مثلا راکفلر احساس مهم بودنش رو به تامین هزینه تأسیس یک بیمارستان مدرن در پکن چین ارضا کرد که برای موفقیت و مداوای میلیون ها انسان فقیر که هرگز اونها رو ندیده بود و احتمالاً نمیدید ساخت. از سوی دیگه دلینجر احساس مهم بودنش رو با راهزنی، سرقت بانک یا آدم کشی به دست می آورد. در زمانی که ماموران FBI اون رو تعقیب میکردن، دلینجر به یه مزرعه پناه برد و با سر رسیدن پلیس از پناهگاهش بیرون اومد و بلند اعلام کرد من دلینجر هستم. و از اینکه دشمن شماره که ملت لقب گرفته بود خیلی به خودش افتخار میکرد و به اعضای اون مزرعه میگفت من نمیخوام به شما آسیب برسونم، فقط میخوام بدونین که من دلینجر هستم. فرق میان دلینجر و راکفلر در نحوه ارضای حس مهم بودنشونه. یعنی هر کدوم دیدگاه خاصی در مورد مهم بودن و ارزشمند بودن داشتن. تاریخ پر از شواهد و نمونه از آدم‌های معروفی که برای ارضای حس مهم بودنشون تلاش کردن. حتی جورج واشنگتن هم دلش میخواست اون رو با لقب عالی جناب رئیس جمهور آمریکا خطاب کنن. کریستوف کلمب میخواست که او رو دریا سالار اقیانوس‌ها و فرمانروای هند بخونن. کاترین ملکه روس نامه‌هایی که به بالای اون عنوان اولیا حضرت امپراتوریس نوشته نشده بود و اصلا نمیخوند. خانم لینکن هم در کاخ سفید روزی به خانم گرانت رو میکنه و با حالت عصبانی میگه چطور به خودت جرأت دادی قبل از کسب اجازه در حضور من بشینی؟ حتی بعضی از افراد هستن که خودشون رو به بیماری میزنن تا از این طریق حس همدردی و مهم بودن و جلب توجه دیگران جلب کنن و حس کنن فرد مهمی هستن. برای نمونه خانم مکیلی برای ارضای مهم بودن خودش کار مختلف میکرد. از جمله از شوهرش رئیس جمهور آمریکا میخواست کارهای مهم دولتی رو رها کنه و در کنار بسترش بشینه و دستشو بگیره تا با اون به خواب عمیق بره. حتی در این لحظاتش هم خودش میگفته این من هستم که پرقدرت ترین فرد مملکت رو کنار بستر خودم به انتظار میشونم، پس من آدم خیلی مهمی هستم. روانشناسا عقیده دارن بعضی افراد برای ارضای حس مهم بودنشون چنان به عالم خیال فرو میرن که کارشون به جنون کشیده میشه. اونا به خیالاتشون پناه میبرن و در عالم واقعیت هر چیزی که به دست نیاوردن اونجا به دست میارن. بسیاری از افراد که مبتلا به جنون میشن خواهان نوعی حس مهم بودنن که در دنیای واقعی نمیتونن به اون برسن و در عالم دیوانگی جستجوش میکنن. پس در کل دیوانگان از من و شما خیلی سعادتمندترن و در عالم خودشون خوش و خندونن، چرا که با اشاره از همه مشکلات بغرنجی که مایه عذابشون بوده رو حل میکنن. اونا در عالم خیالشون احساس مهم بودن رو که تشنه اونن میابن. خب شواب میگه که بزرگترین سرمایه من قدرتیه که در ایجاد انگیزه در افراد دارم. تنهایی که به کمکش میتونیم تلاش دیگران رو برانگیزیم اینه که اونها رو تشویق کنه. برعکس هیچ چیزی به اندازه انتقاد موجب کشته شدن انگیزه در دیگران نیست. این حرف شواب بود. اما افراد معمولا چگونه عمل میکنن؟ دقیقاً برعکس اونو. یعنی چی کار میکنن؟ یعنی به محض که از یه چیز بدشون بیاد داد و فریاد رو میندازن و وقتی خوششون بیاد فقط سکوت میکنن. شواب میگه من بسیار سفر کردم و با آدمای مختلفی سر و کار داشتم. به این نتیجه رسیدم که آدم‌ها با تشویق خیلی بهتر کار میکنن تا با انتقاد و سرزنش. کارنگی هم
از همکارانش در جمع و همچنین در خلوت تعریف میکرد. او حتی روی سنگ قبر خودش میخواست از همکاراش تعریف کنه، بنابراین دستور داد پس از مرگش روی سنگ منظرش بنویسن در اینجا کسی آرامیده است که میدانست چگونه افراد باهوشتر از خود را دور خود جمع کند. و خیلی جمله قشنگیه. انسان بیشتر از اونی که انسان بیش از غذا به تشویق و تحسین خیلی نیاز داره. عجیبه که ما شرم داریم به خدمتکار یا کارگری که تو خونمون کار میکنه غذا ندیم، ولی متوجه نیستیم که غذای روحی خیلی مهمتر از غذای جسمیه. یکی از بازیگرای معروف میگفت هیچ چیز به اندازه کف زدن حضار برام مهم و ضروری نیست. به این وسیله لیاقت و شایستگی من رشد میکنه، استعدادم تقویت میشه. بله درسته، ما به فرزندانمون، مهمانان و زیردستانمون غذا میدیم، ولی اون تمامی که غذای روح اونهاست کمتر بهشون میرسونیم. به اونها کباب و سیب زمینی میدیم تا انرژی جسمانیشون تأمین بشه، ولی از سخنان خوشایندی که در گوش آنها چون موسیقی غافل است. بعضی خواننده ها ممکنه در اینجا بگن اوه این حرفا فقط چاپلوسیه و چرب زبونی. من بارها به این شیوه رو به کار بردم، یعنی افراد باهوش فریب حرفای تو خالی رو نمیخورن. بعدیه که تملق و چرب زبونی در مورد افراد تیزهوش اصلا کارگر واقع نمیشه، چون تو خالی و باطله. البته بعضی افراد اونقدر گرسنه تمجید و تعریفن که حتی مثلا چاپلوسی هم اونا رو میتونه گول بزنه. یعنی درست مثل آدمی که از گرسنگی در حال مرگه و ممکنه علف یا حتی کرم خاکی رو هم بخوره. بعضی اصلا خیلی مثلا تشنه این موضوع هستن. خب این آخر فصل 2 رو میخونم، این تیکش دیگه تموم میشه فصل 2. حالا تفاوت بین تمجید و چاپلوسی چیه؟ خیلی ساده است. تمجید به صورت صادقانه صورت میگیره، ولی چاپلوسی خیلی غیر صادقانه است. اخیراً از مجسمه ژنرال اوبرگان قهرمان ملی مکزیک در مکزیکو سیتی دیدار کردم. در زیر مجسمه کلمات خردمندانه حک شده بود: از دشمنانی که به تو حمله می کنند نترس، از دوستانی بترس که چاپلوسی تو را می کنند. من هرگز چاپلوسی رو به کسی توصیه نمی کنم، بلکه تمجید صادقانه رو ترجیح میدم و به همه پیشنهاد میکنم، چون نتایج درخشانی به بار داره. وقتی که مشغول اندیشیدن به موضوع خاصی نیستیم، معمولا 95% از وقتمون رو صرف فکر کردن به خودمون میکنیم. حالا اگه برای مدتی فکر کردن به خودمون رو کنار بذاریم و شروع به اندیشیدن در مورد جنبه‌های خوب کسی بکنیم، اونگاه مجبور نیستیم که واقعا چاپلوسی و تملق بکنیم. امرسون میگه هر کسی رو که ملاقات میکنم اللحاظی به من برتری داره و من سعی میکنم در چیزی که به من برتری داره ازش نکته بیاموزم. خیلی جمله قشنگی بود و واقعا همینه. اگه این سخن برای امرسون حقیقت داشته باشه، آیا برای من و شما و هزاران نفر بیشتر حقیقت نداره؟ بیاین راجع به موفقیت‌ها و نیازهای خودمون کمتر بیاندیشیم و بیشتر به جنبه‌های خوب دیگران فکر کنیم. بیاین تملق و چاپلوسی رو فراموش کنیم و صادقانه به تعریف و تمجید از اونها بپردازیم. اگر از صمیم قلب دیگران رو سخاوتمندانه ستایش کنیم، مردم هم برای کلمات ما ارزش و احترام قائل میشن و اون رو چون گوهری ناب نگه میدارن و در سراسر عمرشون تکرار میکنن.
پایان فصل دوم بود. فصل اول دوم کتاب آینه دوستیابی نوشته دل کارنگی رو براتون خوندم. اینم پشت جلدشه، کتاب خیلی خوبیه. امیدوارم براتون خیلی مفید واقع شده باشه. نظراتتون رو بنویسین، لایک کنین، زنگوله رو بزنین، سابسکرایب کنین. اون زنگوله رو بزنین که مثلا الان ویدیوهای فصل 3 و 4 اینا رو براتون میذارم بتونین ببینین، استفاده کنین، نظراتتون رو بنویسین. اگه تجربه‌ای در این خصوص دارین، یعنی تونستین با روابط خوب، با تعریف و تمجید باعث بشین کسی حالش خوب بشه، یا مثلا اینا نتایج خوبی براتون داشته، حالا بریم اینا رو مثلا من خوندم، حالا میتونید، خیلی از آدما مطمئنم که تجربه دارن که تو زندگی براشون پیش اومده، حالا یا خودشون انجام دادن یا دیگران در مورد اینا انجام دادن و نتایج خوبی داشتن. میتونین بنویسین این زیر تجربیاتتون رو و نتایجی که گرفتین، یا میتونین چیزایی که من خوندم و قشنگ گوش کنین، 2-3 بار گوش کنین یا نوت برداری کنین و اینا رو تو زندگیتون انجام بدین. بعد از اون نتایجی که میگیرین، یعنی نتیجهشو برای من بنویسین که دیگرانم بخونن و استفاده بکنن، چون ما میخوایم روابطمون رو خوب کنیم و روابط خیلی 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 در زندگی ما مهمه و تاثیر بسزایی داره و ما نمیتونیم منکر روابط بشیم. از وقتی که برای من گذاشتین، ویدیو من رو دیدین، خیلی متشکرم. منم لذت بردم و این کتاب برای من هم دور میشه، برای من مرور میشه و من هم تو زندگیم ازش استفاده میکنم. موفق باشین، در پناه خداوند شاد، ثروتمند، سعادتمند در دنیا و آخرت بشین.